فیگن یکسکداغ هفسروکا هدپه با روزنامه فرانکفورت یا آلمانی را گهاند بودم ده حیوانه ده سالاتان آوند همی ده سالاتکا باجروانین دورین کردنشین شستاندینو ده همان دمجیدا همی خدمت گزارین حکومی را گرتینه ابروجی باجروانی نشین چه پروژه که خدمت گزاری و حتی جاده که یان خان یکیجی نیجم بکن ارواساوی سیاست مدارا کرد گوتیجی له همی دورین کردنشین حکومت انقره دستور و یاسا پیشل کریو هفده سلوک باجروانی و چل اندامن باجروانی بیکو اگر یک هبید گرتینه اوجی واتایاوی که کو ام ده دولت که دادجین کو یاسا سرور نینه گوجی دورین کردنشین ده روشکا به یاسای دادجینو جیان تیدا گلک آلوز بویه هر درباره روشا امنی دورین کردی فیگن یکسکداغ بجید لباجر یکسکوفا بود دم 38 روزانه حالت که نه آرامی خوب دیتیو شرک مزن تیدا روی داد و 2000 خانینوی باجری هاتین هر فاندن جلاک دی به هفسروکا هدپه بحث سیاست انویا اردوغانی و پارتاوی دیکت کو بجوانن لدجی کردان بکار بینن اوجی گهرین نقشه دیموگرافی ی دورین کرد نشینه گوجی نوکه لباجر مراش اردیگای بو آوارن سوری وکریه کو عربین سنینه و پتریاوان پشتوانین احرار الشام و برای نصر ین تیرورستن او دمکی دایه او باجر پتریاوان کردنو علوینه و نوکه جدا ململانه و آریشه زور هنه ارواسا ده درجه یا گوتنین خدا فیگن یکسکداغ گوجی به اگر ویشار لحاوین سالا بوری به سردورین کرد نشین دهاتی سپاندن پتری 600,000 ولاتین کرد آواره بوینو ده روشکا گلکا خراب داب دجین هر درباره روشاشتی و پیگوژیان هفسروکا هدپه گوتی بری سرهلدانا شری روشکا باش یا اشتی و پیگوژیان دناوا ترکیا ده هبو بری نوکه گلک اب زحمت کو کرد و ترک پیگ و آخفتن بکنو روشکا گلکا خرابا پیگوژیان گلان دناوا ترکیا ده درست بویه کو اردوغان و آکپه اگرین سرکین و روشا خرابن کو روپری گلین ترکیا بویه